درود به همدیاران عزیز شنوندگان برنامه خانواده. از برنامه ما اینک هفته سپری گشت. خوشبختانه طریق برنامه خانواده باز مهمان خاندان هر یکی شما هستیم. در آغاز برنامه به همه شما تنصیحاتی، خانوادگی و سربلندی را آرزو داریم. بگذار در خانواده هاتان یکدیگر فهمی و پایداری باشد. با این امید و آرزوهای نکو برنامه را آغاز میکنیم. در اول میخواهیم بخش پند خانواده را تقدیمتان داریم. شنونده های عزیز، در بخش پند خانواده قصه را به سمع شما میرسانیم و البته مقصد ما نیز پیش از همه در آن است که از موضوعهای گوناگون حیاتی قصه ها را پیشکشتان داریم تا برای شما نیز در زندگی راهنما باشد. در یک زمان مادری نابینا با پسرش زندگی میکرد. روز پسرک برای بازی به کوچه میبراید و بچه ها با او بازی نمی کنند. همسالانش به او میگویند تو فرزندی زنی هستی که یک چشم ندارد. مادری تو از چشم محروم است و او را مسخره می کنند. پسر بچه به خانه می آید، گریان می شود و از مادرش می پرسد مادر جان، چرا زنان دو چشم زیبا دارند ولی یک چشم شما نیست؟ مادر پسر خود را به آغوش می گیرد، چیزی نمی گوید و خاموشانه اشک می ریزد. سالها می گذرد. پسرک ختم مکتب میانه می کند، به دانشگاه داخل می شود. در مدت 5 سال مادر را فراموش می کند و مادر پسر یگانه‌اش را دیده نمی تواند. یک روز مادر که الکی پیر گشته، قامتش خمیده، موی سرش سفید شده، از مردی همدیه سراغ خانه پسرش را می گیرد و به خانه او می رود. چون پیرزن به نزد در خانه پسرش می رسد، در را می کوبد. کلینش یک دخترک زیبای شهری در را باز می کند. از پیان 2-3 نبیره خردکک پیرزن از بیرون می شود و همان زمان تلبنده است، گدا است، پیرزن نابینا گفته او را با چشمی بد می نگرند و حتی مسخره هم می کنند. مادر خیلی ناراحت می شود و از کلینش خواهش می کند که یک کاغذ و قلم بیارد. کلین کاغذ و قلم می آورد. مادر در همان کاغذ چند جمله می نویسد و به دست کلینش می دهد و می گوید اگر شوهرت آمد به دستی او بده و خودش به ده بر می گردد. بیگاه جوان از کار می آید، خوشبخت، سربلند، سعادتمند. همسرش می گوید که یک پیرزن کور آمد، به گمانم گدای تلبنده بود. به من یک نامه داد و گفت ای را به شوهرت بده، اگر می خواهی نیز بخوان. جوان اندیشه می کند که این زن نابینا مادرش است. فرزند نمی خواهد نامه را خواند، ولی چی فکر او را بر سر می آید، وارد خانه می شود و نامه را به دست می گیرد و می خواند. مادر نوشته بود پسری عزیزم، جگربندی آچه، سالهای زیاد است که از تو نه خط و نه خبر است. تو را دوست می دارم، تو را خیلی خیلی پزما شدم پسر جانم، زیرا تو یگانه متکا در زندگی من هستی پسرم. بجز تو دیگر کسی ندارم. از خداوند می خواستم که یک گوشه تابوت مرا تو بگیری، ولی افسوس که به این آرزویم نمی رسم. من می میرم پسرم، ولی پیش از مرگم می خواهم به تو یک حادثه را بگویم. تو 2 ساله بودی، از بام خانه به زمین افتادی و یک چشم تو جراحت برداشت. طبیبان گفتند که به وی چشمی سالم لازم است، وگرنه پسرم با یک چشم زندگی می کردی و من مادری تو چشم خود را به تو دادم. پسرم
تو با این چشم دنیا را دیدی، با چشم من عاشق شدی، با چشم من رنگی های حیات، زندگی و بهار را دیدی. با همین چشم جانب من نگاه کردی، با همین چشم امروز زندگی را دوست می‌داری، صاحب زن و فرزندهای خوب و صالحه گردیدی. من گناهی کردم، اگر گناهی کرده باشم در این کار مرا ببخش پسر جانم. جوانمرد خیلی به فکر می رود، افسوس می خورد، ولی الکی دیر شده بود. وقتی که او به دیه بر می گردد پگاه و می آید، می بیند که الکی مادر او را به خاک سپاریدند. هرچند خود را روی گوری مادر می پرتاید، ولی دیگر هیچ به او فایده نکرد. دیگر مادر از قبر بیرون نشد. افسوس از آن خورد که مادر را تنها پرتافته و خود زندگیش را به مادر سپری کرد. شنونده عزیز، مادر چقدر دلی بزرگ دارد. برای ما یعنی فرزند جانش را فدا می کند. در زندگی نه همه وقت به قدر مادر خود بسیاری از انسان ها می رسند. دعای مادر. در این باره روایتی هست بسا دلرس و خاطر نشین. روزی حضرت موسی پیغمبر از دل می گذراند که اگر جای من بهشت باشد با کی هم صحبت و هم قسمت می شده باشم. از خداوند ندا می آید که با قصابه. پیغمبر به حیرت آمده می گوید پیغمبر با قصاب چرا؟ جواب می آید برو ببین آن قصاب را. پیغمبر به شهر آن قصاب رفته او را مشغولی کسب و کارش دید و سنجید که در کار او از دیگران فرقی نیست. خود را مرد مسافر گرفته به قصاب می گوید ای برادر، از راه دور آمدم، شبی در مکانت جای نمی دهیم. قصاب با جان و دل راضی شده او را به خانه‌اش می برد و مهمانداری می کند و خودش به خانه دیگر گذشته سبدی را از شیفت می گیرد که در درون آن پیرزنی نشسته بسا عاجز و ناتوان. قصاب با مهر و محبت با نوازش های زیاد دست روی و پایهای آن پیرزن را شسته مهربانی ها نموده به او خوراک می دهد و با سبد را بی آزار به جایش می آویزد. این کار قصاب پیغمبر را عجب می آید و آهسته به سبد نزدیک شده می پرسد ای مام، تو کیستی و چرا در چنین حالی؟ پیرزن به او جواب می دهد ای مرد مسافر، بدان که من مادر قصابم و او مرا پسر است. سالهای دراز مرا حالت چنین است، بیمار و بیمدار، سال خورده و عمر دیده، ولی فرزندم لحظه نمی گذارد که گرسنه مانم، خوار و زار شوم و من همیشه از درگاه الهی همین دعا را طلب دارم که فرزندی مرا بهشتی گرداند و با موسی پیغمبر هم صحبت و هم مکان نماید. از این سخنان پیغمبر گریان شده می گوید ای مادر، شادیانه ده که دعای تو مستجاب شده، منم آن موسی پیغمبر. دعای تو مادر طلسمی
حیاتم، صفایم بقایم، نشاتم نجاتم. یک دعای مادری من دارد از صدها خطر، بگذراند از میانی صد بلایت بی ضرر. یک دعای مادر از صد گنج قارون قیمت است، یک دعای او طلسمی هست بر صدها ظفر. یک دعای او طلسمی هست بر صدها ظفر. در شبی تارد دعای او چراغی روشن است، در دلی زندان دعای او برایت روزن است. دارد ایمن از هزاران زخم تیغ و تیرین است، در تنی پاکت دعای نیک مادر جوشن است. در تنی پاکت دعای نیک مادر جوشن است. بگذراند زنده از صد مرگ و طوفانی بلا، بیرون آرد از دلی چاه و زکامی اژدها. آنقدر نالد که تا درگاهی حق رها کند، تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا. تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا. مادری من، مهنی من، قلعه ایمانی من، از همه دوری دوری ها بلا گردانی من. با دعای تو در این دنیا شفاعت یافتم، هم در آن دنیا دعایت باد پشتیبانی من. هم در آن دنیا دعایت باد پشتیبانی من. برنامه خانواده ادامه دارد. بخش مصلحت خانواده. شنوندگان عزیز، حالا در این بخش چند مصلحت خانوادگی را در پیشنهاد همکارمان ماهره ابراهیم شنوید. هر زن و شوهر بدون استثنا می‌خواهند زندگی مشترک و با صفا و سعادتمند داشته باشند و برای یافتن چنین خوشبختی در پی رسیدن به چنین روزگار پرفرح و آسوده سوال میکنند، میاندیشند و مشورت میکنند. برای داشتن رابطه موفق با همسر نکته‌های ذیل باید مورد توجه قرار گیرد. زن و مرد
از لحظه خواستگاری تا پایان عمر باید بدانند که هیچ کس دلسوزتر از شریک زندگی آنها نیست. دلسوزی وقت عیان می گردد که صداقت و راستی در کار باشد. زن و مرد عاقل از ابتدای زندگی ضمن پذیرفتن واقعیت با متانت، تلاش و قرار دادن تجربه بزرگان و خردمندان، اینچنین با همفکری و درک افزا زندگی خود را به سطح مطلوب می رسانند. مشورت در حالتهای مختلف زندگی با همسر ضمن بیان اندیشه و فکر وی، احترام داشتن باعث تقویت ارتباط و همدلی می شود. هر یک زن و مرد باید همسر خود را با نامی صدا کند که او بیشتر دوست می دارد. هنگام یکدیگر را صدا کردن، نوع بیان خیلی مهم است. بزرگ در همین رابطه می فرماید با همسر خود با ادب سخن بگویید تا او نیز به شما با احترام جواب دهد. اینچنین سلام کردن باعث زیاد گشتن محبت به یکدیگر می گردد. کینه‌ها و کدورت‌ها را می زداید. سلام باید با صدای بلند و واضح باشد، نه آهسته و پنهان. زن و شوهر نباید این نقطه را کوچک شمارند و بگویند سلام کردن برای بیگانه هاست، نه برای زن و شوهر که با هم نزدیکند. پس در سلام کردن بر یکدیگر کوشش نمایید. گفتگو و سؤال و جواب زن و مرد باید مؤدبانه باشد، نه نفرت انگیز. زن و شوهر باید سعی کنند در برابر کلمه های تند متانت و خوشمعاملگی را نشان دهند و صحنه نزاع را به مجلس شوخی تبدیل دهند. چیزی که در ایجاد محبت مهم است این لب خندان و چهره باز است که هم صحبت را جلب می کند. برعکس این حال ترشرویی و چهره گرفته هنگام سخن گفتن یکدیگر را دلسرد و افسرده می کند. زن و شوهر در معامله روزمره خود باید این نقطه ها را رعایت کنند. برای گرم نگه داشتن قانون مهر و صفا در زندگی تنها انجام وظیفه و محبت قلبی کافی نیست. اظهار محبت و تشکر نسبت به هم تأثیری روانی عمیق در روحیه طرف مقابل باقی می‌گذارد. برنامه خانواده را میشنوید از رادیوی صدای دوشنبه. عمر گر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. آره، خیلی زیادن خانواده هایی که در زندگی خوشبختند. در پست و بلندی های روزگار دست به دستی هم داده کاروان زندگی را به پیش میبرند. روزگار این گونه خانواده های خوشبخت باید مایه عبرت برای دیگران باشد. بابای عبیدالله مرد خوشبختند. زندگی خیلی خوب با همسرشان طی 50 سال داشتند و امروز زندگی را پیش میبرند. شنونده های عزیز، قهرمان برنامه ما بابای عبیدالله به سن مبارک 84 رسیده است، ولی تا حال زندگی را
با آرزو و امیدهای زیاد می‌گذرانند. بیایید از سیر خوشبختی و این خانواده با هم بشنویم. شاید در راه این زندگی ما را کار می‌آید. صحبت را همراه می‌شنویم. چند ساله شده شما؟ 84 ساله. خانه دوشوی شما را چند سال شد؟ خانه دارشوی ما رو 50 سال شد. 50 سال شد که همراه همسرتون زندگی دارید. همین طور چند فرزند دارید؟ 9 تا فرزند دارم. چند پسر چند دختر؟ 7 پسر و 2 دختر. همه خواندگی، صاحب کار، صاحب خانه، صاحب زن، صاحب گودک، ما صاحب چند تا نویره، صاحب با آویره شدیم. صاحب آویره هم شده؟ صاحب آویره هم شدیم. شما 50 سال مقدم، 50 سال پیش با همسرتون خانه‌دار شده. این انتخاب شما بود یا که انتخاب والدین بود؟ یا دیگر رو دیده دوست داشته؟ انتخابی ما خطی همسرمون یا دیگر دیده صحبت کرده، بعد یا دیگر خطی خیلی موافق آمدیم، نقض آمدیم و ما نکاح کردیم گرفتیم. امروز شما ساکن پایتخت هستید، در دوشنبه زندگی داره. بله میدونم که از صحبت قبلی که با شما داشتیم در دهه به دنیا آمده، در دهه به وای رسیده. عشق و محبت شما یعنی شناسایی شما در کوهستان در دهه بود یا در شهر؟ شناسایی ما در شهر بود. در شهر شناسیده؟ در شهر دوشنبه. شما خود از دهه؟ دهه تولد شدیم در دهه دوشنبه آمدیم. همسرتون هم در دهه تولد شدن؟ در دهه هم در دهه تولد شدگی. یعنی که در شهر شما دیگر رو دیدید؟ دیدیم. دوست داشته؟ دوست داشتیم. ما معقول شدیم. شما هم با او معقول شده؟ معقول شدیم. شما از کجا فهمیدید که با او معقول شده؟ ما یک جورو داشتیم و یک خواهر داشت باید رفتیم. بعد خیلی ما در دست ینگه کلان شدیم. ینگه ما باید گفت که شما رو زن دادن در کار و گفتم خیلی مایلش گفت که یک خیش داریم گفتک همون رو گفتک خیلی ما بریم گازنان کنیم بگی. ما بودیم خیلی مایلش نکه خونی باید ما رفتم میامدم که باید دختر دیدگی نبودم. بعد وقتی که هم خیلی که گفتن که باید رفتن که پیش وقت هم خیلی اول میرسن گازنان نکردن بعد گازنان کردن بعد هموختی بعد همسبات شدیم دختر همسبات شدیم. خیلی باید دیگر من محقول شدیم بعد نکاح کردن دارم. شما گفتید که من در تربیه ینگه بودم. ینگه یعنی زن عمکتون یا زن برادرتون؟ زن عمکم بود. زن عمک. اگر باعث ملال شما نگردد برای چی شما در تربیه ینگه بودید؟ مادر ما مرد. از خوردیت؟ از خوردی مرد و در دست ینگه موند. پدرتون چی؟ پدرمون بعد آمده زن گرفت. شما رو نگاه بین نمیکردن؟ نگاه بین نمیکردن. شما را عمکتون و زن عمکتون نگاه کردن؟ چند نفر بوده شما؟ از فرزندان پدر چند نفر؟ این فرزندان 4 نفر. 4 نفر یتیم موندند و تربیه شما بر دوش عمکتون؟ عمکم موند. پدرتون در تو همین مدت سراغ نکردن تو کلان شدن شما؟ بعد کلان شدیم وقتی که زن گرفتیم بس سراغ کردن مرا. چخیل قبول کردید وقتی که روزهای دشوار گذشتن، روزهای مشکل گذشتن، روزهایی که پدر برای شما همچون سایبان بسیار ضرور بود، دستی پر از محبتشون باید سر شما می بود. بعد شما وقتی که خورد بودید، کودک بودید، در روزهای مشکل باید پدر کمک میکرد، در پهلوی شما می بود، با شما می بود، ولی بوایه رسیدنی روزا پشت سرش نباید چخیل قبول کرده شما می در دورت باری وقتی بوایه رسید پدرتون همون روزی نخسته که اومدن به سراغ شما؟ بعد خیلی مویندر هم خیلی مرا عذاب میداد، جنجال میکرد. خیلی پدر من گفت که خیلی مرج اختیار برای یکونجا دار خودت برای یکونجا جواب بیاو چی برکی زنک شور جنجال کیسه کی. اول در تربیه مویندر بودیم بعد ینگه دومدیم امکی دومدیم دست امکی دومدیم امکی من بار نگاه کرد زن. لیکن باز پدر دیگر از ترس مویندرتون سراغ نمیکرد؟ میترسیدی راه نمیکرد. بعد سوال ما بود که چگونه بعدی که به وای رسید پدرتون به سراغتون اومدن؟ در یه دوره وقتی که ما بعد کار کردیم کارگر شدیم و پدر ما رو سراغ کرد. بخیر رفته پدر با خدمتش میکردیم، نگاهبین میکردیم. بعد مویندر ما که مردک بعد رفته پدر ما نگاه کردیم. اما کزن عمکتون چگونه مناسبت میکردن؟ بسیار مناسبی خوب داشتن، بسیار آدمای خوب بودن، آدمای بهشتی بودن، بسیار آدمای خوب بودن. احسن به همه خیر.
نفرانه که فرزند دیگر کس رو بسیار با محبت با صمیمیت به وای میرسونن، بسیار انسانی خوب بودن، کوشش میکنن که آنها رو خفه نکنن. اما که وقتی ینگام بسیار در قید حیات هستند آنها؟ نه مردن، وفات کردن. همچون پدر مادر آنها رو احترام میکرده، دوست می‌داشتند، بسیار دوست می‌داشتیم. روزها پای هم گذشتند، سالها گذشتند و شما خانواده شده، درک کردید که اکنون زندگی چی است؟ زندگی از چی راه‌های زندگی راه‌های پست و بلند داره، مشکلات داره، و راحت هم داره. زندگی هر خیلیه. در مثال یک خیلی وقت میشه که کم تا خیلی مشکلی میکشی، با وقتی میشه که با هم مشکلی به جاش میاد، با دمی خیلی زندگی همی که همه چی تامین باشی، زندگیت خوب میگذره. مثال خرسند باشی، زنک هم خرسند، ما هم خرسند، همسایه هم خرسند. خیلی حاضر زمانی خوب شد دیگه. مثال کار میکنن، بچه‌ها میارن، میخرونن، میپشونن، خدمت میکنن. یعنی از زندگی خود شما رضا هستید؟ رضا هستم از زندگی من. 84 سال شد که شما زندگی رو دوست می‌دارید، در زندگی همیشه تلاش میکنید برای بازم خوشی‌های حیات را نصیب گشتن. و فرزندان چی می‌آموزید بیشتر؟ فرزندان خیلی همش صاحب کار، صاحب زن، صاحب خانه، صاحب در. زندگیشون برده سنتین خیلی با خدمت میکنن، میرسونن، خیلی با یاردم میکنن، تامینات میکنن. امروز همراه همسر عزیزتان 50 سال میشود که شما خانه‌دار هستید، یک عائله بسیار مستحکم استوار دارید. میشد گاگا نافهمی میان شما در زندگی؟ نه، برای نافهمی نشده. یا گپ دیگر خطیب خط روزگار دیگر خطیب مصلحت میکنیم، کار میکنیم، یگان جنگ جنجال، یگان گپ خبر شدگی بین ما شدگی نیست. یعنی که احترام از دو جانب است. احترام میکنیم، یا دیگر احترام میکنیم، یا دیگر ناز میبینیم. جنگ جنجال نیست در بین ما، هم دیگر فهمی داریم یا دیگر میفهمیم. چرا جوانان امروز همین چیز رو درک نمیکنن؟ بسیار جنگ و جنجال در خانواده ها زیاد شده است، پراکنده شوی و الها زیاد شده است. سبب همین رو چگونه ارزیابی میکنه شما؟ سبب یعنی که مثال حاضر بچه‌ها همش دخترها باشه، بچه‌ها باشه، همش بسیار خیلی تلویزیون رو نگاه میکنن، اینترنت نگاه میکنن، همش نگاه میکنن. برای همین بسیار فکرشون در هر طرف هست. یعنی شبکه‌های اجتماعی برای مردم، برای آنهایی که دوراندیش هستند از آن استفاده میکنن خوب است، ولی وای بر حال آنهایی که جهت‌های بدی آن را انتخاب میکنند. هستن خیلی بچه‌ای که خوبش انتخاب میکنن و هر بچه‌ای هست که بدیش انتخاب میکنن. در خانواده، در زندگی بیشتر شما رشک بسیار دارید یا که همسرتون؟ همسر رشک داره بیشتر. همسرتون رشک داره. رشک بسیار گاه شده است که باره شده است که از رشک زیاد شما مصابی شده باشه، سخت جنجال شده باشه؟ نه جنجال نشدیم. نه جنجال شدیم. ما کس رشک کنه شما میخندید و آرامانه با او جواب میدید که رشک نکنه. رشک نکنه. شنوندگان گرامی، این پیر خرد خیلی خوب ابراز داشت که زن و شوهر باید یکدیگر فهم باشند. آنها اعتبار و آبروی همند در زندگی. زندگی خوب و آرام باشد به تربیت فرزندها مساعدت می نمایند. آنها از رفتارهای امروز ما در خانواده عبرت می گیرند، می آموزند و شما خوب می دانید که وقتی فرزندها بزرگ می شوند حتما والدین از خانواده های خوب با آبرو و با اعتبار عروس و داماد را انتخاب میکنند، از عائله هایی که فرزندان تعلیم و تربیت خوب دیده است. نشود که امروز با یک رفتار ناجا، با یک خصلت ناروای خود اعتبار خانواده را بشکنه. پگاه فرزند شما در زندگی تنشونم نشود. شما شنوندگان گرامی هر لحظه در حفظ خانواده خود باشید. اینجا برنامه خانواده به پایان میرسد. تنصیحاتی و خانوادگی هر یک شما آرزوی همیشگی ما تهیه‌گران برنامه است. تا برنامه دیگر.